با وجود یک بدبختی ها، این بدبختی دیگه سر زده از طرف یمی صاحبای خانه، مهاجرینی که از ایران آمدن و یا از پاکستان آمدن. سر ازوا بجای ازی که یک دست کمک برش دراز بکنن که راه را سرش بالا میبرد. این بسیار یک ظلم. از این لحاظ کل ما قارستیم دی پاکستان مهاجرین به ظلم میکشه، پاکستان سر مهاجرین ظلم میکنه، ایران سر مهاجرین ظلم کرد. کل ما خفاستیم یا نیستیم؟ جواب بگن خفاستیم یا نه؟ ازو کرده ظالم خو ما توستیم. او از وطن خود کشید، تو خم ظلم میکنی. خانه کرایش بود 5000، ال شلستی که 10000 باید بگیری. او بیکار، کاروبار نداره، سرمایش ده او جبن، خانه نیست، به یک لقمه نان حیران، به آرد و به روغن حیران. و تو شلستی که کرا را باید چی ببری؟ بالا ببری. یک ساله پیش بتی، یا یگان بهانه اگر کس بلند نکرد والا برای که خاله ما می آیا، کاکای ما می آیا، مامای ما می آیا، ازی خانه برای. ای خودش ظلم است. ازو کرده زیاد ظالم خود تو هستی. او خو برو به این نام کشید که مهاجر است. تو خو به این خفاستی که ای جان ماست، ای از وطندار ما هست، برادر ما هست، از فامیل ما هست. چرا پاکستان و ایران سرش ظلم کرد؟ هی که از دل خفا هستی چرا این ظلم میکنی سرش؟ راست بگوین ازوا کرده زیاد ظالم ما هستیم یا نیستیم؟ ظلم است نی؟ باور با الله کنین مردم ما داریم که بنان خود حیران هستن که شو روز چی رقم پیش ببرن. امی قبول ندارن که کراچی بخورن و د شهر و بازار کار کنن و تو کراره با سویه بالا ببری سرش. یو حیران بمانا با خود نان پیدا کنه یا کرای خانه تو رو جور کنه. پس بناءً کسی که صاحب خانه است از الله بترسه. ایره بیاد داشته باشین. تو که از مادر پیدا می شدی همو یک جور لباس هم در جانت نبود. ای که حال بجای یک خانه دو 3 خانه داری. ای از طرف کی داده شده بری تو؟ الله. امی الله میتونه که پس از پیشت بگیره و سببش هم خودت میشی. ای کارها سببی عزیز کی نعمتی که الله به تو داده که سرمایه است، پول هست، جایداد هست، الله پس از پیشت بگیره. حق حیران بمانی در میدان. باز او وقت ارچقه ناله بزنی و ارچقه چیخ بزنی ولا توبه باشه و کنج مسجد محاکم بگیری باز نمیشه. و زمیالی باید بفهمیم الله میگه شما سر مردم زمین رحم کنین، سر ازیا شفقت کنین، مهربانی کنین که پروردگار سر شما مهربان شود. شفقت، مهربانی، کمک به همراه مردم غریب، مسکین، فقیر، بیوه، یتیم سبب مهربانی الله میشه. ظلم سر مردم، ظلم سر از فقرا، ظلم به مساکین و به مهاجرین و به غریبا که سبب نارضایتی پروردگار میشه. باز زمانی که غضب الله آمد بازی را نمیبینه، باز خشک و تر کلش میسوزه. یک نفر کی در کشتی سوار است، یک نفر کلنگ یا برچه را گرفته تختی کشتی را میده میکنه. در کشتی 300 نفر سوار هستند، یک نفر ای را غار میکنه. جرم یک نفر میکنه نی وی او باز بالا میشه دیگه 300 نفر کلش غرق میشن یا نمیشن؟ چرا دم یزی را نمیگیرن؟ حکومت خو فکر ما امارت اسلامی ما پارسال کی پرسان کرده بودم، گفتن که از طرف وزارت عدلیه یک وفد یک کمیسیون جور شده به خاطر بررسی به می موضوعات. و باز هم ما 100% نمیفهم، معلومات کافی در این مورد ندارم. شاید باشه ضرور دوستایی که با این مشکل رو در رو باشن وارد جریان بگذارن، حوزه را در جریان بگذارن. وزارت عدلیه را یک عریضه نوشته بکنن که تاکه به این مشکل آنها رسیدگی بکنن. خو یک انسان کی وجدان خود را قاضی نگیره،
با وجدان خود محاسبه نکنه حکومت و قاضی تا کجا خانه به خانه استاد باشه و ما را اصلاح بکنه. خود ما اگر اصلاح نشویم حکومت ما را اصلاح کرده میتونه؟ خود ما باید اصلاح شویم. که خود ما سنجش بکنیم. انسانیت است، این اخلاق است که اون مهاجر دست خالی سر از ظلم شده، نفرش بندی زده، سرمایهش کلش از بین رفته و تو خانه را یک بر دو سرش کرا مقرر کنی و یک بر دو ازش کرا بگیری. این ظلم نیست؟ به خدا چی جواب دیتیم؟ باید سرمایه داران مسئولیت دارن. این معارف القرآن نوشته کرده مفتی محمد شفیع رحمه الله. سرمایه دار نگویه که من سال در سال زکات میتم و خلاص. نه، د پالوی همسایت اگر گرسنه خو میکنه باوجود ازی که سال در سال زکات میتی، فرض است که دستگیری از او بکنی. بر تو لازم است، فرض است که احوالگیری از او بکنی. به خلاص نمیشی که من فقط زکات میتم و خلاص. چار گرد خبر داری یا نداری؟ از هم احوال بگی. یم فرضی تو هست. د ساحی تو د چار طرفی تو یتیم است، بیواز، غریبکار است، کراچیوان هست. اگر یگان د سال یک دفعه خیرات میکنی، خیر و خیرات ما خم تا مردن است. کس نموره راست بگوین کس خیرات میکنه؟ تا نموره کس خیرات نمیکنه. سرمایه داره خیراتا بکنین بغیر از مردنم. چرا باز نشوه که غریبا دعا کنن که خدای زود بکشیش که ختم و خیراتش بخورم؟ همین تو دعا میکنین؟ ختم و خیرات براسی ما خود که از تجربه میبینم همیتونست الا ماشاءالله یگان سرمایه دارایی که بدون کدام مناسبت ختم و خیرات بکنن. تا زمانی که کس نمرده نه ختم کس میشناسه و نه خیرات. بس دو ختم و خیراتم غریب و مسکین خو خورده نمیتانه. ختم و خیراتم ختم خیرات حاجی صاحب میخوره، ختم و خیرات دکتر صاحب میخوره و ختم و خیرات ملا صاحب میخورن. ملا صاحب هم که میگیره اول خو میگه نمیگیره، اگه بگیره مو ملای را دعوت میده خلاص. الله اکبر. باید به این نکته متوجه باشیم. از احوال بهترین ختم و خیرات تو میست که احوال امی یتیما و احوال بیوه و این کراچیوانا و امی غریب و مسکین و فقیر و مهاجر و بیخانه و بینان و احوال زمین را بگیری. بهترین خیرات نمیست. بهترین خیرات. در مسجد سابقه ما که در اوج مولای امام بودم، در شبای جمعه شوله می آوردن، بسیار شوله خوبش گوشتزار. پس بعد از نماز شام یک دسترخوان آوار می شد در پیش دروازه مسجد. من مقتدیان را می گفتم که بهترین خیرات اینمی خیرات است. چرا؟ گفتم ایجا مو کلانکار نمیشینم. کسی که با کلانکاری داره ایجا می شرما. او در مسجد در خیرات چطور بیشینم؟ هم در پیش دروازه، در پالوی کراچیوان، در پالوی چرسی و پودری، در پالوی تفلا، در بین تفلا بیشینم نان بخورم. در این دسترخوان کسی میشینه که گشنه باشه. آدم کلانکار در این نمیشینه. من خودم نمیشیشتم. من خودم به خاطر نمیشیشتم که از ما باز در اتاق می آورد. یعنی یک چیز معقول میگم بردن. در این خیرات کلانکار نمیشینه. یک کس که خود چیز میگه او ما در اینجا بیشینه. اما غریب و مسکین میشینه، غریب یک لقمه نان بخوره. این بهترین خیرات هست که مستحقش بخوره. یکی خیراتای ما شماست در هتل که میگیره مدکارت یک نفر نوشته است، نفر دوم نبیاید. صحیح؟ بس کراچیوان است، اگر غریب است یتیم است و در کوچه استاد باشن. در کوچه استاد باشن میمانا نان بخورن بس در شما میتیم. علی میمان نوازی یا خیرات است. میمان نوازی نام سرش ماندیم ختم و خیرات. دستگیری نمی فقیره و مسکینه بهترین خیرات است، بهترین صدقه است. امیارا دستگیری مصیبت ایجاست که جب نام نمی برایدی کی بگویه که فلانی سب ختم و خیرات کرده. این مصیبت هست. اینجا خو یگان ویدیو، یگان عکس و یگان چیزا برایا. یک کسی نوشته کرده بود سابق، دیده بودم میگه
سابق میگفتن که نیکی بکو د آو علاقو. چطور میگفتن؟ نیکی کو د دریا پر دی آو نمیبریش، یعنی گم نمیشا. نیکی کو د دریا پر دی، میگه آله میگه نیکی کو خود فیسبوک پر دی. نیکی کو د کجا پر دی؟ د فیسبوک پر دی. تو بیگی همی عکس بیگی که من یک 2 رکعت نماز بخوانم همیجا. یگان مردم در یگان زیارت میرن، زیارت صحابه یا یگان اولیاء الله، با تلفون یکی دیگر میتن که من دعا میکنم و تو یگان عکس مرا بیگی. با مصاحب قبر روان میکنه که این آمده بودم سر دعا کردم سر. بخاطر چی بگیره یک؟ الله سر حال ما رحم کنه، آمین بگوین. این مشکلات روز است که ما داریم. این مشکلات گفتم خود اصلاح نکنیم کس اصلاح ما کرده نمیتانا. بین خود اصلاح کنیم. اصلاح خود ما چیز که خود یک محکمه و یک انصاف و یک فکر بکنیم که این کار خوب میکنیم. ما خانه ما کرایش بود 5000 والی میسازیم 8000. کرای خانه بود 10000 والی میگیریم 12000 و 15000. این کار خوب هست، انصاف هست، آدمگری هست. چل مسئله خود ما انصاف نمیکنیم، خود ما نظر انصاف نداریم و گله داریم که پاکستان ظلم میکنه، فلان ظلم میکنه، امریکا ظلم میکنه. خودت که انصاف داری که تو از دگه گله میکنی. بیا اول خود اصلاح کنیم، بس گله ما از دگم درست باشه. درست از انشاءالله. یگان تا بس میگن که والا په یو گل نه پسرلی کیږي. همین تو میگن نه په یک گل بهار نمیشه. ما بکنم دیگه مردم کل دنیا نه. با یک گل بهار نمیشه، خب با یک گل شروع بهار میشه. همین درست یعنی است. با این فکری دلیل شیطانی است که یک کس در ذهنت میندازه با یک گل بهار نمیشه، برو کل دنیا همینطور هست. نه شروع بهار خو میشه. تو شروع کو بنیادش تو بان. در حدیث میں من سن سنتا حسنتا فله اجرها و اجر من عمل بها. یک کس بنیاد یک کار خیر عمل بری ازی اجرش هست. کسی که علی دو را میره دی بنیاد خیر، کس دگه تشویق شده دو را میره، به نفر اول ثوابش رسیده میره. صدقه و خیر جاریه است. همچنان عکس ازی من سن سنتا سیئتا فله وزرها و وزر من عمل بها. کس یک کار شر بنیانگذاری کرد، کار شر بنیانگذاری کرد، کس که دی را میره تا قیامت نفر اول دی شریک است، بنیانگذار است، سبب و وسیله است. دین به این فکر هر کدام ما کار کنیم که ما بنیانگذار باشیم، که دیگه مردم ما را دیده اصلاح شوند تا آخر د ثواب ما شریک باشیم. درست از انشاءالله.